خدمت شما دوستان عزیز. خیلی خوش اومدید به کانال جاست گیم. من محمد هستم. امیدوارم که حال دل تک تکتون عالی باشه. بچه امروز اومدیم که ذهن منحرف ایرانی‌ها رو ببینیم که قراره که تو این ویدیو قشنگ مورد عنایت قرار بدید گوسفند محترم را و اینکه آره دیگه بزنیم سو ویدیو لیتس گو. خب بچه شما به چی نیاز دارید؟ اول از همه این مسائل هایی که میبینید رو بر میدارید، میاید اینجا 3x3 میسازید. اینجا رو یه دونه میزنید، بتونه پیستون میزنید اینجا. میتونید این اینجا شما میتونید هم از این و هم از این اندرود استفاده بکنید. بعد میایید اینجا قایق خودتون بر میدارید. خب به همین راحتی که میبینید میتونید گوسفند خود را همونطور که گفتم میتونید شما از این استفاده بکنید. خیلی مالی باید به فکر گوسفندتون هم باشید دیگه، دردش بدیم این. آره شما میتونید به جای این پیستون هم بذارید. بعد پیستونتون اینجا بگذارید. خب اول اینو بذارید، اینو که برمیگردونید اونطور. اینم که میره توش، اونم از جلوش رد. میاد بعد خیلی راحت شما یه گوسفند دارید که این هم بود از ویدیو امروزمون. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت کافی بوده باشید. حتما لایک و کامنت و دنبال کردن هم بکوبید. به اون زامبی اون اهمیت ندید و دیگه تا ویدیو بعدی پیس اوت.